ایرو کمیتا ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخویانیک درباره اندام کمیته حسن ایبش بلاف کرد. داخویانه کمیتا ناوندیا پارتیا ده وها هاتیه دیارت تشتاکو لعفرین و گندوارن و رود ده کریارن در حق ملت عفرین ده تنکرن جالیه کسین ده سالات دار با آوائه که نرواو خودان بریار لعفرین به پشتوانیا حکومت ترکیه. زیدباری وان کریاران او ده سالات داران دنابرا دم و دمکه ده جی ملت عفرین دگره و دراوینه و تایبتی جی کسین سیاست مدار و خودان بیرو باوری. هر وحد داخیانیا پارتی ده هاتیه هفدمی وی یکی روژا سو یکی هیوا آداره چکدارن لعفرین اندام کمیتا ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سروک انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی لسوریه لعفرین گرد. کمیتا ناوندیا پارتیه د دمکو بن پیکنو کریارن وها ینکو دگل سادترین بناماین مافین مروفا ناگونجا بتوندی شرمزار دکه و خدمتا پیشروجا دوری و خلکی وی ناکه و ده همان دمه دا پارتی داخواز جآلین بر پرسو پیوندیدار دکه کو بلز حواله سر کرده حسن ایبش و همی گرتین د زندان وان گروپین چکدار ده آزاد بکن بری کو دم درباز ببو حلوستین گونجاو و درباره ده ورنستاندن. داویا داخویانیا پارتی ده هاتیه سلاف جبو حوال حسن ایبش د زندان ده سالات نراوال عفرینه ده سلاف جبو هر گرتیا کی سیاسی ده همی گرتیگه و زندان هندوره والد ده شرمزاری و بیرومتی جبو سیاستا تونکرنو بنبکرنو تپسریه. روژا دوی هیوا چاران کمیتا ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا قامشلو